یک جوان دختر از ناحیه کوشانیان هنگام سفر پرزیدنت به ولایت خدلان در صحن فرودگاه از او طلب کمک کرده است. دلنازه دولت و در هنگام پیشوازی پرزیدنت در فرودگاه رقص میکرد، ولی به گفته مسئولین ناگهان او به نظر رئیس جمهور آمده از او خواسته است که به مشکلش رسیدگی شود. امام علی رحمان روز 22 سپتامبر به شهر باختر مرکز ولایت خدلان سفر کرد. در صحن فرودگاه در برابر مقامات یک گروه دختران به پیشوازی رئیس جمهور آمده بودند و در صحن فرودگاه می‌رقصیدند. در میان آنها دلنازه دولت و خواننده صنف 11 مکتب رقم 26 از ناحیه کوشانیان هم بود. با گفته مسئولین دلنازه دولت و بعد از انجام رقص به نزد رئیس جمهور می آید و درباره مشکل بیخانگیش به پرزیدنت می گوید. با گفته دیرکتور مکتب، دلنازه همراه مادرش در جماعت بوستان قلعه ناحیه کوشانیان زندگی می کنند و خانه زیست ندارند و در منزل اجاره نشین می باشند. پدر دلنازه سالها پیش از مادرش جدا شده است. مقامات تا حال در این باره رسما شرح ندادند، اما مسئولین اداره معارف ناحیه کوشانیان گفتند که به دلنازه دولت و حتما کمک می رسانند. در ماه سپتامبر بار دوم است که ساکنان در جریان سفر پرزیدنت از امام علی رحمان درخواست کمک میکنند. خاصیت طالبه صنف 10 یکی از مکتب‌های شهر پنجکن هم صبح 12 سپتامبر پیش راه کاروان ماشین‌های امام علی رحمان پرزیدنت کشور را گرفته نامه دادش را به او رسانید. طور شاهدان عینی گفتند محافظان پرزیدنت پیش راه او را گرفتنی میشوند، ولی پرزیدنت از داخل ماشین اشاره میکند که ماند بیاید. خاصیت نامه‌اش را به پرزیدنت سپرده است و بعد آن او را به حکومت شهر پنجکن میبرند. معمولا رئیس جمهور در جریان سفرها به شهر و مناطق کشور با ساکنان صحبت انجام میدهد، اما بیشتر این صحبت‌ها از مدح و ثنا عبارتند. منتقدان حکومت هم میگویند که به صحبت رئیس جمهور بیشتر آنها راه مییابند که از قبل آماده شدند، اما مقامات چنین چیزی را رد میکنند و میگویند که هدف از سفرهای رئیس جمهور به منطقه‌های کشور شناسایی با وضع زندگی ساکنان میباشد.